جزیره گرانمانان. صدامو میشنوین؟ تکرار میکنم، کسی صدامو میشنوه؟ هر کس صدای منو میشنوه دارم میرم دستشویی. فرار از جزیره. به آزمایشگاه TSL خوش اومدید. خوشحالیم در خدمت شماییم. اخیراً سوالات زیادی به دستمون میرسه که در اینجا دقیقاً چه فعالیتی انجام میدیم و خوشحالیم که به این سوالات پاسخ بدیم. البته پیشرفت‌های چشمگیر مشکلاتی هم به همراه خودش داره، اما در اینجا بهبود وضعیت انسان‌ها به هر طریقی که نیاز هست هدف ما باقی میمونه. به واسطه آزمایشات گسترده و مکرر گام‌های بسیاری به سمت درک امکانات بیکران جسم و ذهن انسان برداشتیم. اینجا ما باور داریم که زمان دوست ماست و تأثیرات اون روی انسان‌ها قابلیتی است مثبت نه منفی. چه با افزایش عمر میلیون‌ها کودک بیمار باشه یا بهبود سیستم دفاعی بدن به واسطه سربازای ژنتیکی. ما اینجا در TSL به طور مصمم هدف خودمون رو برای ساخت دنیایی بهتر و امن‌تر ادامه میدیم. در TSL برای اهداف خودمون وقت میذاریم و از شما هم دعوت میکنیم تا همین کار رو انجام بدید. تو نمیتونی انجامش بدی. نمیتونی انجام بدی. پسش بر نمیای داداش. نه نمیتونی، این کار نیست. آقا بی خودی تلاش نکن. تو یه دلغکی گیجی به خودت نگاه کن. قرار نیست انجامش بدم. نمیتونی. ولی میتونم انجامش بدم. منو ببین. آها باشه. خیلی خوب. $20 نظرت چیه رفیق؟ $100. $100 باشه. $100 هم خوبه. آره وایسا. بیا کوشش اون ماسماسکو بده. بفرما، فقط یه بار. حرامش نکن باشه. خیلی خوب. تو میتونی پسر. چرا اونوری میره؟ این وره احمق، این وره. وای نه، داره خوابش میبره. خدای من.
زدم وسط هدف بچه‌ها. منظورت چیه؟ نمیفهمم. وایسا. یعنی چی؟ نمیفهم. چرا ورش داشتی؟ وایسا ببینم. وایسا. نزدیک بود، وسطش که نزدی. 2 برابر یا ببین هیچ. پلو تخم بیا، زنگ بزن شوبره بیا دنبالت. هی تو با اون پول جایی نمیری، میفهمی؟ به من دست نزن. نه بابا. خیلی خوب گنده بر. ریختت خیلی تنخونه چیز. اسم من از کجا میدونی؟ خیلی چیزا در موردت میدونم. جدا؟ خیلی خوب. سوار ماشین شو. یه پیشنهاد واسه دارم. کجا داری میری؟ هر جا تو بگی. ممنون. منو یادت نمیاد مگه نه؟ نه. اسمم ادیسونه. چند سال پیش توی یه مهمونی هم دیگه رو دیدیم. بگم اونم گیج‌تر از اونی بوده که فکر میکردم. سر صبح غیبت زده بود. شرمنده. فراموشش کردم. در مورد من چی میدونی؟ خب میدونم وقتی 18 سالت بود برای پروژه شبح اجیر شده بودی. هر گونه هویت قانونی ازت گرفتم، پس اگه میمردی هیچ کس نمیفهمید. و تقریبا بعد از 1 سال کل برنامه لغو شد. بیشترتون فرار کردید و سرباز پولی شدید. چطور این چیزا رو میدونی؟ چون با افراد خیلی قدرتمند کار میکنم. که اینطور. نه اینکه حرفتو باور نکنم. نه من نیستم. واقعا؟ آره. خب سرت شلوغه. همچین چیزی. چجوری سر میکنی؟ هر از گاهی خورده کاری میکنم. 2 روز پیش سانحه‌ای داخل یه مرکز تحقیقاتی نزدیک ساحل شمال کانادا اتفاق افتاد که مربوط به دختر یه مدیر عامل به خصوصه. در حال حاضر تمام راه‌های ارتباطی قطع شده. یه تیم می‌خوایم تا بره و تا 24 ساعت آینده اونو از اونجا خارج کنه. احتیاط اولویت اصلیشونه. تنها دلیل این که این خورده کاری شدیداً پردرآمد داره بهت پیشنهاد میشم فقط همینه. یه موضوع دیگه هم هست. به راست پیشنهاد میدم. وای این ایده خوبی نیست. چرا این حرفو میزنی؟ چون نمیشه بهش اعتماد کرد. باشه. خب یه ماشین میفرستم تا صبح بیاد دنبالت. یا سوار میشی یا نمیشی. ماشین قشنگیه. ممنون. برای تو هم همینطور. اسمم ادیسونه. میدونم کی هستی. واقعا
خیلی خوب. بیا حرف بزنیم. از اولش هم هیچ وقت نباید میرفتی اونجا. چرا این حرفو میزنی؟ میدونی تو اون مرکز تحقیقاتی چه اتفاقی افتاده؟ به وقتش بهمون اطلاعات میدم. پس نمیدونی خودت اون پسرها رو درگیر چه ماجرایی میکنی؟ فقط یه کار با دستمزد خوبه. تو اون پیامه تهدید به مرگ فرستادی؟ ببین، تصمیم با خودته. چه باشی چه نباشی قراره بریم. اگه من باشم رئیس منم. یه تیم واسه جور میکنم. فردا میبینمت. بنگور ایالت مین. سلام گل پسر. ما هیچ وقت همدیگه رو ندیدیم نه؟ سلام، من تاگر. آو چه محکم گرفتی پایه یه مچ به هم بندازی. این چیزا رو ندارم رفیق. میخوای شنا بریم؟ واسه این همیشه وقت هست. تو میری؟ تو برو. بشمار چند تا میرم. خواب بسم بریم. 1 3 4 ادامه بده. میرم پایین. آق تو کلشو نیست مگه نه؟ ها؟ منو یادت نمیاد؟ باهات مشکلی ندارم رفیق، باور کن. 7-8 سال پیش با هم یه کار انجام دادیم. خیلی خوب انجام شد ولی پولش خیلی کم بود. مثل این کار نبود. خیلی خوب پسرا گوش کنید. سلام خوشگل خانم. کی بریم سر قراری که قولشو دادی؟ یه رستوران عالی انتخاب کردم. کالت رستوران هیدریکان. حالا بعده. 2 اردوگاه تحقیقاتی احتمالی وجود داره که هدف ممکنه اونجا باشه. شمال و جنوب. یه تیم 3 نفره نزدیک هر موقعیت پیاده میشه. تریس، دکس، شما با من به بخش جنوب میایید. تگ، کالت، شما با راس به بخش شمالی میرید. هلیکوپتر توی محل مشخص شده منتظر ما میمونه تا از هر 2 تیم خبر دریافت کنه. ولی اگه ارتباط قطع شد توی محل مشخص شده همدیگه رو میبینیم. فهمیدی؟ هی تگ، حالش چطوره؟ حرف نداره. دخترم دنیای منه. آره. الان 8 سالشه. به خاطر اون باهاتونم. خوبه که تو رو داری. ممنون. به گرندمنان خوش اومدین بچه خوشگلا. جزیره گرندمنان بخش شمالی. به نظر میرسه اردوگاه یکم بالاتر از اون مسیر باشه. خواب ادیسون میدونی با چی سر و کار داریم؟ چرا محدودیت زمانی 24 ساعته داره؟ نه، فقط میتونم خطرناکه. هی راست مطمئنی داری درست میری؟ رد پا یه چیزی نمیبینم ها. مطمئنم. پس چرا داریم به دریا نزدیکتر میشیم ای؟ چون امن‌تره. اصلا از چی فرار میکنی؟
بچه ها زود بیاین اینجا. حتما یه صنایع تحقیقاتی بوده. به راهمون ادامه میدیم. راز صدامو میشنوی؟ اون چیه؟ یه دفتر خاطرات برای خودم، فقط خودم. ادیسون، اینجا چه خبره؟ نمیدونم. مطمئنم نیستم که بخوام بفهمم. نیومدیم اینجا سوال بپرسیم، اومدیم دختره رو پیدا کنیم، زنده یا مرده. از هر چه زودتر پیداش کنیم زودتر میتونیم از اینجا بریم. راست فکر نکنم اردوگاه تحقیقاتی نزدیک دریا باشه. میدونم 8 کیلومتر اون طرفه. همه گوش کنید، ما مسیر رو اشتباه رفتیم. کار نمیکنه، ارتباط قطع شده. هی، حالت خوبه؟ بیا بری. چی ممکنه اون بلا رو سرش آورده باشه؟ گراند مانن دوست من. سلام، کسی صدای منو میشنوه؟ اون چیه؟ یه ساعته که از جسد اول پیدا کردم. واقعا؟ هیچ فرصتی از دست نمیدی مگه نه؟ نه موضوعی نیست. ببین از این ساعت که یه دونه نساختن. راست میگی. خیلی خوب، کسی جواب نمیده. بیایم بریم بیرون و دختره رو پیدا کنیم. اسمش استیسی کالاهانه. یه چیزی مثل استنلی کالاهان؟ بارا.
این هرچی که هست واسش آماده نیستیم. ما اسلحه یا حتی توانایی انجامشو نداریم. فکر میکنی اینو نمیدونم؟ من فقط به اندازه تو اطلاعات دارم. کار همینه. احتیاط، یادته؟ چیزی بهم نگفتن که بهت نگفته باشم. صدامو میشنوین؟ تکرار میکنم، کسی صدامو میشنوه؟ الو کسی صدامو میشنوه؟ بس کن دیگه، کار نمیکنه. از کجا میدونی اخی؟ چون میدونم. اون همه دود از کجا داره میاد؟ امیدوارم اون چیزی که فکر میکنم نباشه. تگ برو. کسی نیست. هست، زنده است. ممکنه. گندش بزنن. حتی اگه زنده هم باشه تنها راه خروجمون رو از دست دادیم. شلیک نکنین، لطفا شلیک نکنین، خواهش میکنم. تو کی هستی؟ دکتر گرت یانگ از پژوهشگرای TSL هستم. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم، پیش پای شما رسیدم اینجا این چیزا رو دیدم. صدای پاتون رو شنیدم و به دلایل مشخصی قایم شدم. اینجا چه خبره؟ یه دانشمنده، نمیدونه چه اتفاقی افتاده. واقعا؟ بعد از افراد تیمم با یه قایق جدا رسیدم اینجا. دنبال اردوگاه تحقیقاتی میگشتم، حتما از بخش اشتباه جزیره شروع کردم. شما کی هستین؟ برای عملیات نجات اومدیم اینجا. خدا رو شکر. واسه تو نه. استیسی کالاهانو میشناسی؟ با من بیاین. پیشنهاد تو چیه؟ اردوگاه رو پیدا کنیم، ببینیم کسی اونجا هست یا نه. دنبال چیزی باشیم که بتونیم باش درخواست کمک کنیم. از این ماجرا خبر داشتی؟ نه. دروغ میگی. هی بی خیال رفقا، دعوا بسته باشه. چی میدونی حروم زاده ها؟ چیه بهت پول بیشتر دادن زر نزنی؟ هی کلچه آروم بگیر باشه. ببین تو راست رو نمیشناسی. چطوری به تگ در مورد اون کار کوچولی چند سال پیشت بگی؟ دهنتو ببند کارو. یه چیزایی میدونم. تو هیچی نمیدونی. میدونم چند نفر زیر نظر تو مردن. دهنتو ببند. دهنتو ببند. هی! چتونه؟ شما از بچه های منم بدتری. دعواتون رو بذارین واسه بعد باشه؟ در حال حاضر از اونجایی که راه خروجی نداریم، به نظرم حق با راسته. باید به اون اردوگاه برسی. نظر تو چیه؟ راست؟ بیایم بریم، داره تاریک میشه.
خب هدفمون رو پیدا کردیم. حالا باید یه راهی پیدا کنیم تا از اینجا بریم بیرون. امشب اینجا اردو میزنیم. سعی میکنیم یه سیگنال پیدا کنیم و صبح میریم به نقطه مشخص شده. سلام، کسی صدای منو میشنوه؟ سلام، کسی صدامو میشنوه؟ اگه خوشت میاد. آره ممنون. نه من ممنونم. میدونم دنبال من نیومدین، ولی واقعا نمیدونم اگه نمی اومدین چی کار میکردم. 750,000 دلار پسر، برگام. یه چیزی بگم، کوچولو میخواد بره دانشگاه. از این دانشگاه معمولی هم نه، دانشکده عالی، دانشکده پزشکی، دانشکده حقوق. عالی میشه. اگه از اینجا خلاص شی. من که نگرانش نیستم. مأموریت رو تموم میکنی، دختره رو پیدا میکنی. اگه زنده باشه. گفتن مرده یا زنده، فقط میخوان برش گردونن. آها باشه. گفتن اینجا چی شده؟ نه فکر نکنم. اگه مرده باشه نمیان دنبال ما. پس زنده پیداش میکنیم، درخواست کمک میکنیم و یکی رو میفرستن. میشه یه سوال ازت بپرسم؟ چه اتفاقی بین تو و راس افتاده؟ چرا ازش متنفری؟ نمیدونم ازش متنفرم یا نه. شاید جون منو نجات داده باشه. نمیدونی؟ مشکل همینه. من و راس چند سال پیش با هم یه مأموریت داشتیم. بد پیش رفت. خیلی بد. فقط ما دوتا زنده موندیم. اولین چیزی که یادم میاد اینه که راس داشت منو از آب بیرون میکشید. یه یارویی. منظورت چیه اولین چیزی که یادت میاد؟ خب وقتی به هوش اومدم چیزی یادم نمیومد. یادت نمیومد چه اتفاقی افتاد؟ اصلا هیچی یادم نمیومد. مثل فراموشی. آره، یه چیزای مبهمی از خاطرات قدیمی یادمه، اما از چند سال گذشته هیچی یادم نیست. راسم حاضر نشد چیزی بهم بگه. به خاطر اینکه پروژه شبح بود، خب سخته که چیزی پیدا کنی. بگمونم یکی رو اونجا از دست دادم. یکی که عاشقش بودم. میتونم حسش کنم و میترسم که راس تو جریان دخیل باشه. راسته من دکسم. دکس؟ مشکل چیه؟ این خب اینم دفتر خاطرات منه. چیه، میترسی یه نفر بفهمه عاشق کی هستی؟ نه ببین این نوشته ها. من این دفتر خاطرات قبل از اینکه راه بیفتیم خریدم. اولین نوشته من امروز صبح. من اینا رو ننوشتم. نه اما این دستخط توه. آره میدونم، ولی من اونا رو ننوشتم. ببین امید و این چیزا خوبه، باعث میشه دلگرم بشی، حتی زمانی که الکی باشه. کسی قرار نیست به فکر ما باشه. آقا چرا باید باشن؟ ببین ما رو، کارهایی که کردیم، خدا یا کائنات چیزی بهمون مدیون نیستن. هدفگیری تو تاریکی چطوره؟
دهنتو ببند. شما چیزی میبینی؟ نه. من چیزی نمیبینم. اون دیگه چه کوفتیه؟ شلیک کنی؟ راست صبر کن. آن موجود آدم نیست. بچه ها خدای من نه. راست پسر، اون دیگه چه گفته بود؟ غیر ممکنه. چی غیر ممکنه؟ خیلی خوب. تقریبا 8 سال پیش یه پسرمو داشتم که گم شد. رفت وسط ناکجا آباد و دیگه هیچ وقت دیده نشد و خبری هم ازش نشد. توی پایگاه شنیدم که یه دفتر خاطرات از دهه 40 پیدا کردن. توی اون دفتر اون شخص در مورد این جور چیزا نوشته بود. چیزایی پیدا میکرد که یه شکل بودن و تغییر کرده بودن. اشکالی نداره بخونمش؟ وایسا، احتیاط یادته. مشخصه که یه چیز غیر عادی تو این جزیره در حال رخ دادنه. این دفتر خاطرات شاید راه حلی باشه که کمکمون کنه بفهمیم چه بلایی سر اون آدما و دوستای من افتاده و شایدم سر نخی بهمون بده تا بفهمیم چطور به خونه برگردیم. قول میدم بین خودمون میمونه. بچه‌ها زود بیاین اینجا. غیر ممکنه. حالت خوبه؟
اینجا جای من نیست. نباید اینجا باشم. گوش کن. یا مشکلی هست. اهریمن تو این جزیره است. تنها کاری که میتونیم بکنیم جنگیدن و زنده موندنه. گرفتی؟ آره. خب حالا دوباره نقشه رو بهم بگو. دختره رو پیدا میکنیم زنده. با بیسیم درخواست کمک میکنیم. یکی میاد دنبالمون. خیلی خوب. اگه زنده نباشه چی؟ اون زنده است. از کاری که چند سال پیش کردی بگو. داستان طولانی و پیچیده‌ای داره. سلام استیسی. میتونی بهمون بگی چه اتفاقی افتاده؟ دختره تو شوکه. من میرم دفتر خاطراتو بخونم. راست یه سوال ازت دارم. بپرس. فرض کنیم به اردوگاه رسیدیم، دخترم زنده بود ولی راههای ارتباطی قطع بود. اون وقت چی؟ همینطور میریم بالا تا یه سیگنال پیدا کنیم. اگه نتونیم پیدا کنیم چی؟ پیدا میکنیم. با اعتماد به نفسی راست اینا اعتراف میکنم. رسیدیم. دختری نیست؟ نه دختری نیست. امیدوارم اون کوفتی کار کنه. الو کسی صدامو میشنوه؟ الو سلام راس. سلام ادیسون. شما حالتون چطوره؟ کجایین؟ تو اون یکی اردوگاهیم. این اردوگاه خالیه. هیچی اینجا نیست. آره اینجا فقط جسد هست همه جا. ولی دختره رو پیدا کردیم زنده. میخوای چیزی برات بیارم؟ نمیدونم چه اتفاقی توی این جزیره داره میافته، اما بهت قول میدم الان جات امنه. سه روز پیش به اینجا اومدیم. از اول فهمیدیم راه برگشتی نیست. گیر افتاده بودیم. بعدش افرادی که قبل از ما به اینجا رسیده بودن شروع کردن به مریض شدن. استخوناشون شروع کردن به ترک خوردن. به یه چیز وحشتناک تبدیل شدن. کشتار که شروع شد تا جایی که میتونستم فرار کردم. خوشحالم که حالت خوبه. ما میبریمت خونه. ممنونم. راستش دستمزد ما به این بستگی داره. پس من ممنونم. ما این بیسیمو بر میداریم و به سمت بالا میریم. سعی میکنیم با خارج از جزیره ارتباط بگیریم.
باشه. چای سالش خوبه؟ آره حالش خوبه. بسیار خوب. ارتباط اونو حفظ میکنیم. مراقب باشید. اون چیه؟ دفتر خاطراتم. کمک میکنه از اتفاقات سر در بیارم. منظورت چیه؟ نمیدونم. به خاطر کسی که هستم سخت از اتفاقات سر در بیارم. میفهمی؟ ولی وقتی اینو بعدم میخونم نوشته ها میتونم الگوها رو ببینم و یکم سردرگمیم کمتر میشه. دوستتون دکس یه قدیسه یا تا حدودی یه نابغه است. اون یا نسخه هایی از اون دفترهای خاطراتش رو ادامه دادن. منظورش چیه نسخه هایی از اون؟ باید بشینین. باید یه چیزی بهت بگم. بگو میشنم. افراد دیگه ای هستن که اومدن ما رو بکشن. اونا همینجا بمون. خب اینجا چیزیمون نمیشه درسته؟ الو الو، کسی صدامو میشنوه؟ ببینید شاید عجیب به نظر برسه، اما تا جایی که من میتونم بگم کل جزیره انگار با یه جور کرمچاله احاطه شده و با توجه به دفتر خاطرات به اشیا اجازه ورود میده اما اجازه خروج پس اینجا گیر افتادیم؟ ممکنه، احتمالاً. جریان نسخه های دکس چیه؟ به نظر اینجا توی جزیره تقریبا هر 3 روز یه بار یه رخداد کوانتومی اتفاق میفته. این یعنی چی؟ جزیره بیرون خودشو به حالت اولیه برمیگردونه اما داخلشو نه. متوجه نمیشم. منظورم اینه هر 3 روز یه بار یه نسخه جدیدی از تو، دکس، خودم، همه دوباره وارد جزیره میشن. در همین حین ما همینطور مثل الان به جلو پیش میریم. دلایلش هم همینجاست. دوست شما دفتر خاطراتشو پیدا کرده و نوشته ها رو از جایی که نسخه قبلی خودش رها کرده ادامه داده. پس چرا جزیره از نسخه های دیگه شبیه ما پر نشده؟ حدس من اینه که با توجه به اجساد زنده موندن بیشتر از 3 روز تو جزیره قطعا کار سختیه. شما همون صدا رو شنیدین؟ متاسفانه من شنیدم. خودمونیم. چی خودمونیم؟ آخرین نسخه مان. اگه دارن هر کسی که تو جزیره هستو میکشن یه نسخه ای از ماست. سلام، ما داریم از یه مأموریت نجات برای استیسی کالاهان تماس میگیریم. زنده پیداش کردیم. تکرار میکنم زنده پیداش کردیم. درخواست خروج از اینجا رو داریم. تو هم شنیدی؟ راس فرار کرد.
یعنی چی؟ تو 3 روز زنده موندی، احساس کردی که جزیره هر انسانی رو به یه موجودی تبدیل میکنه. نه دیگه چه گفتیان همسان من؟ یادت باشه زنده موندن. گلوله ها رو هدر نده. فرار کن! برو! برو به جهنم حروم زاده! نقشه چیه؟ نه اسلحه دستم نمیگیرم. ادیسون صبر کنین، سر رو هدف بگیرید. یه جورا جونه فر اگه میتونی منو بکش. چرا اینقدر طول کشید؟ وایسا! پرتاب خوبی بود. ممنون. شلیک خوبی هم بود. بیسیما چی شدن؟ حالت خوبه؟ اون دیگه چه گفتی بود؟
آهای کسی صدامو میشنوه؟ ما یه تیم نجات هستیم که درخواست خارج شدن داریم. چه غلطی میخوایم بکنیم؟ نمیتونیم توی تاریکی اینجا باشیم با اون موجودای همسان جهش یافته. کسی هست؟ پسر، اون آخری خیلی خشن بود. اونه که شبیه من بود یه چاقو داشت. چاقوی من بود. بلد بود ازش استفاده کنه. هرچی بیشتر اینجا باشن احمق‌تر میشن. تو چی گفتی؟ چه زری زدی؟ تو اینو از کجا میدونی؟ هی چیه که به هم نمیگی رفیق؟ منظورت چیه که هرچی بیشتر اینجا باشن؟ سلام. کی صحبت میکنه؟ من یه نماینده‌ام. ما تیم نجاتی هستیم که استیسی کالاهانو پیدا کرده. باید از اینجا خارج شیم. معذرت میخوام اما حرفتون درست نیست. نه پیداش کردیم، پیچیده است، ولی پیداش کردیم و اون زنده است. حرفتون درست نیست. استیسی کالاهان دیگه زنده نیست. اون زنده است، پیچیده است، اما پیداش کردیم. اون زنده است. فرصت 72 ساعته به اتمام رسیده. خانم کالاهان دیگه شخص زنده ای نیست. ولی اون زنده است. شرکت به خاطر خدمات شما ازتون تشکر میکنه. متاسفانه به این نتیجه رسیدیم تا با گروه فعلی قطع ارتباط کنیم. فرایند تخریب جزیره تقریبا 12 ساعت دیگه اتفاق میفته. دوباره شرکت به خاطر خدمات شما ازتون تشکر میکنه. وایسا، نه وایسا، وایسا، لعنتی! هی راست رفیق، بهتره خیلی سریع حرف بزنی. بگو اینجا چه خبره؟ اگه بتونی بدترین لحظات رو دوباره زندگی کنی و فقط 10% بهترش کنی، این کارو میکنی؟ در مورد استیسی باید بیشتر حواسمون رو جمع میکردیم. خبر نداشتیم. قایق تو چی؟ همونی که باهاش به اینجا اومدی؟ کنار ساحله، مثل هلیکوپتره. اینجا اشیا میان داخل، بیرون نمیرن ظاهرا. الو بله تگ. سلام، اونجا اوضاع چطوره؟ دکس از دست دادیم و دختره رو تبدیل به یه همونی که همه بهش تبدیل میشن اگه مدت بیشتری اینجا بمونی. آره، گمونم با نسخه های جدیده گفتی که اینا هستن مواجه شدی و هرچی بیشتر اینجا باشن بزرگتر، خشنتر، سریعتر، احمقتر و زشت‌تر میشن. به نظرم الان دیگه معلومه ما بخشی از یه آزمایش وحشتناکیم که نتیجه بدی داشته. آها، ما با شرکت تماس گرفتیم. خب قرار نیست بیان. فرایند تخریب جزیره یا هر چیزی که هست قرار انجام بشه. صبح قراره منفجر بشه. فرایند تخریب؟ شاید یه پیام ضبط شده بود، نمیدونم، ولی یه چیزی رو بهتون میگم. اونا میدونستن دختره تا الان زنده نمیمونه. سلام. یه چیزی هست که باید بهتون بگم. این اولین بارم نیست تو این جزیرم.
اولین بارم نیست که تو این مأموریتم. چند سال پیشم همین مأموریت رو انجام دادم. یکی یکی به دست اون نسخه های جهش یافته از ما که اون بیرون هستن کشته شدیم. من و چیس همین که جزیره در حال نابود شدن بود ازش فرار کردیم. وقتی رفتیم اون بیرون یه نور بود. و بعدشم یه قایق اومد. چیس بیهوش بود. حتما سرشو به یه جایی زده بود ولی وقتی بیدار شد هیچی یادش نمی اومد. به همون گفتن سال 2021. خیلی خوب. ببین وقتی مأموریت رفتیم 22 اکتبر 2023 بود. یعنی دقیقاً تاریخ دیروز. معلومه. یه کرمچاله است. دلیلی نداره زمانی که به جزیره اومدن با زمانی که ازش خارج شدن یکی باشه. ببین وقتی برگشتیم هیچ اثری از خود قبلیمون نبود. با خودم گفتم بهتره که خودم فکر کردم چیس بیا دوباره شروع کنیم. کائنات روش خودشو واسه جلوگیری از پارادوکس داره. راز چرا بهمون نگفتی؟ سعی کردم جلوتونو بگیرم، جلوی خودمونو تا نیاییم. پس تا بودی که پیام تهدید به مرگ فرستادی. اگه حقیقتو بهتون میگفتم حرفمو باور میکردید. هرچی به روز مأموریت نزدیک و نزدیکتر میشدیم متوجه شدم که با من یا بدون من قراره برید. همیشه قرار بود بریم. فقط فکر کردم که اگه دختره رو زنده پیدا کنیم ما رو میبرن بیرون. اشتباه میکردم. سلام راز. سلام چیس. دفعه قبل چطور رفتیم بیرون؟ یه قایق قدیمی پیدا کردیم. قبلا دنبالش گشتم. با تمام سرعتی که میتونستیم پارو زدیم. جزیره رو ترک کردیم. تونستیم خارج باشیم. نمیدونم چجوری. من میدونم. حداقل فکر کنم میدونم. غیر ممکنه که بخوایم بگیم این چرخه چند بار اتفاق افتاده. اما فکر میکنم مأموریت قبلیت اولین، آخرین و تنها باری بود که از قایق استفاده شده و به نظرم اون قایق قبل از کرمچاله اینجا بوده. چطور ازش رد شیم؟ فرآیند تخریب جزیره. اما چرا باید بخوان جزیره رو نابود کنن؟ نمیخوان جزیره رو نابود کنن. میخوان ما رو نابود کنن. فرآیند تخریب میدان نیرو رو غیر فعال میکنه. حداقل برای زمان کوتاهی. پس اگه بتونیم به قایق برسیم و وقتی میدان نیرو غیر فعال سوارش شیم میتونیم از شکاف داخل کرمچاله عبور کنیم. میشه به لحاظ تئوری. 6-7 کیلومتر با ما فاصله داره. گندش بزنم. چرا؟ مشکل چیه؟ این نقطه رو یادمه. پر از اون کله گنده ها بود. شرط میبندم این دانشمندام اینجا اسلحه ندارن. فکر کنم قایق اینجا قرار داره. فقط 5 کیلومتر فاصله است. بهتره امیدوار باشیم به اندازه کافی بنزین داشته باشه. نزدیک امشب میتونی بهش برسیم. خیلی خطرناکه. شب نه. آره منم موافقم. باید صبح را بیافتیم. باشه. صبح زود. ای رفیق بشین یه صحبتی باهات دارم. اول از همه
تو یه حرومزاده ای و خیلی از دستت عصبانیم. حق داری. ولی متاسفانه من پدر خیلی خوبی نبودم و امیدوارم که دختر کوچولوم یه روز منو ببخشه. پس حتی اگه اینجا منو به کشتن بدی، میخوام یاد بگیرم و تو رو ببخشم. ممنونم. بی خیال. از پسش برمیاییم. میدونم رفیق. چطوره یکم بخوابی؟ آره، خیلی دلم میخواد یکم بخوابم. گیالاتی! اون دیگه چه کوفته بود؟ به گمونم یکی از دانشمندایی بود که قبل از ما اینجا بود. سه دو یک. حالت خوبه؟ میدونی شبی که همدیگر رو دیدیم تقریبا 2 سال پیش بود. واقعا؟ آره. میدونی از وقتی که حرفشو زدی فکر کنم یادم اومد. خیلی نه ولی یادم میاد که با تو آشنا شدم. احتمالاً زیاده روی کرده بود. در کل یادمه که مرد محترمی بودی. جدا؟ آره تا حدود زیادی. خب خوبه. خیلی خوب. تمام شد. ممنونم. هی فقط میخوام بگم امروز وقتی که به همون حمله شده بود و صورتتو دیدم معذرت میخوام که تردید کردم. نمیدونم. اشکالی نداره. من الان اینجا. نزدیک هم بمونید. دکتر یانگ، فقط از سر کنجکاوی گفتی کی رسیدی اونجا؟ نگران من نباش، اون زمان زیادی دارم. دفعه قبل اونجا بود که اوضاع به هم ریخت. از اونجا تقریبا 1.5 کیلومتر تا ساحل فاصله هست. خط ساحلی رو ادامه میدیم تا به قایق برسیم. خیلی خوب. چقدر زمان داریم؟ 1 ساعت. 1 ساعت. امیدوارم دونده سریع باشی. وایسید، دریا میبینم. خودشه.
چه خبر شده رفیق؟ فکر کنم دوباره داریم محاصره میشیم. گندش بزنم، انگار سر و کله همه‌شون پیدا شده. چقدر زمان داریم؟ تقریبا 1 ساعت. خیلی خوب، میتونم برسم. چقدر بنزین داریم؟ زیاد نیست، به اندازه‌ای که ما رو از شکاف رد کنه و شاید به نزدیکترین ساحل برسونه. لعنتی تیرام داره تمام میشه. باید بدوی؟ فکر کنم تو باید بدوی. نه رفیق بدش کن، بیا جلو. ده دقیقه وقت داریم. باید از خط ساحلی فاصله بگیریم، نباید فرصتمون رو از دست بدیم. اونا کجا؟ یه جایی تو این محدوده. امیدوارم چیزی که فکر میکنم تو مغزت نباشه. اگه بریم بیاریمشون به همون اندازه به میدان نیرو نزدیک میشیم، درسته؟ بنزین زیادی نداریم. چیز تو که با این کار موافق نیستی. اون مرد 2 سال گذشته زندگی تو ازت گرفت، همه ما رو کشوند اینجا. یه دروغگو و آسیب جبران ناپذیری به زندگی هممون زده. باید راه بیفتیم. با تصمیم تو مشخص میشه. حتما شوخیت گرفته. میدونی که باید سر و نشونه بگیری. سعیم همین بود. یادم نبود نشونه گیرید همیشه انقدر بد بوده. معذرت میخوام. بذار واسه بعد، باید راه بیافتیم. اونهاش 5 دقیقه وقت بزن بریم. لعنتی زخمیت کرد. برو نه بیا بریم. نه.
میخواستی به دوستت کمک کنی؟ نه، فقط میدونم قرار نیست اینجا ولش کنم. همینه. اینم یه نوع رفاقته. چه جذاب. چیزی نمونده منفجر شه. باید همین الان بریم. نه! تو جون منو نجات دادی. گوش کن ادیسون، اون روزی که تو مهمونی همدیگر رو دیدین اون همسرته. همون روزیه که از اینجا رفتی چیس قبلی ناپدید شد. من تو عروسیت بودم، واسه همه چی کنارت بودم. اون همه چیز توه. 3 دقیقه وقت داریم، باید بریم. الان میاد. متاسفم. واقعا نمیخواستم این کارو بکنم. برو دیگه. جهنمو نشونشون بده. هی، شاید تو دوره بعدی ببینمت. معذرت میخوام، وقتمون تموم شده. چیزیمون نمیشه. داره اتفاق میفته. نه، الان وقتش نیست. خیلی خوب گنده برگ. ازش رد شیم. ازش رد میشیم.
چیز بیا اینجا. چه اتفاقی افتاده؟ تو کی هستی؟ اینجا کجاست؟ تو کی هستی؟ چیس بیهوش بود. حتما سرشو به یه جایی زده بود، ولی وقتی بیدار شد هیچی یادش نمیومد. یه لحظه. هی چیزی نیست. حالت خوبه؟ خیلی خوب. بلند شو. چه اتفاقی افتاده؟ آروم باش پسر. من کجا؟ چه خوششانسی هستی. بیهوش شنوا رو آب پیدات کردن. داشتی چی کار میکردی؟ اگه حقیقت رو بهتون میگفتم حرفمون باور میکردید؟ حالا چیز میتونی دوباره شروع کنی. اگه بتونی بدترین لحظت رو دوباره زندگی کنی، فقط 10% بهترش کنی، این کارو میکنی؟ فیلادلفیا، ایالت پنسیلوانیا. ریختت خیلی داغونه چیز. اسم منو از کجا میدونی؟ خیلی چیزا در موردت میدونم. جدا؟ خیلی خوب. برای چیز یا هر بازمانده‌ای در آینده. اگر این نامه رو میخونید نقشه جواب نداد، اما امیدوارم دلیل کاری که انجام دادم رو بفهمی. روزی که از جزیره فرار کردیم انتخاب کردم که مخفی شم و اجازه بدم تا تنها بری. به نظر بهتر از این بود که بمونم و سعی کنم حقیقتی رو بهت بگم که هیچ وقت باور نمی کنی. حقیقتی که تو رو برای همیشه از من دور می کرد. ما باید برگردیم. حرامزاده. حق با راست بود. با ما یا بدون ما قراره برن. هیچ وقت قرار نبود فرار کنیم. موش‌های آزمایشگاهی هستیم که برای پیدا کردن یک سرباز بی‌نقص ما رو مداوم برای آزمایش می‌فرستادند. اما ما این دفعه ما آماده خواهیم بود. به دنبال همه میریم و بعدش به دنبال اونا میریم. سوار ماشین شو. کجا داریم میریم؟ Can't be so